جاسم خدا خیر بده. جاسم به این قیافه نمیخوری. بچه روزی 70 بار تزمتاین پاره میکنه. جاسم آقا شما که دیدینی وقتی به دنیا آمد چشش رنگی بود، سفید بود، شکل اروپایی بود. جاسم یه چیزه. جاسم باید پوست تیره روزی 3-4 کیلو تریاک بکشه خراب بکنه. تو یک سالگی باید بندازنش زندان. اصلا انقدر جاسم اسمش سنگینه. میخواستم مرخصت کنم ولی نمیتونم. بله خواهر من، بله معلومه که نمیتونی. یه جوری بچه بسته‌بندی کردی جو پیچیدیش. معلومه که نمیتونید عوضش بکنی یا بده خودش. نمیتونم ترخیصش بکنی. منم همین میگم، معلومه نمیتونی عوضش بکنی. خواهر من هر جای دنیا بری بگی یه آدمی می‌خواسته یه جاسم اسمی ترخیص بکنه، اصلا جاسم فقط از زندان ترخیص میشه. جاسم مگه کسی میتونه ترخیصش بکنه؟ جاسم باید ما رو تسخیر بکنه. جاسم تسخیر بکنه. تفسیر بکنه. تحقیر بکنه. تحلیق اسهال دادی که خواهر من تصمیم گرفتی غروری این جاسم با خاک یکسان بکنی. بچه به دنیا آمده خوشگل و ناز اسمش رو گذاشتی جاسم. برش بکن. بعد آمدی بهش میگی اظهار جاسم. مگه اظهار میشه؟ جاسم فقط یوبس میشه. مثلا یاسر مگه این کارا بلده؟ بابا جاسم خلقه. جاسم کی؟ جاسم حاجی آقا من کرش